انسان‌ها از سال‌ها یا بهتره بگیم قرن‌ها قبل اقدام به ساختن بناها و سازوهایی کردند که اونها رو از نمونه‌های مشابه متمایز می‌کرد. بعدها نظر عموم مردم نسبت به این سازوها و بناها جلب شد. خانم‌ها آقایان، من فرمانده هستم و اینجا استودیو ترین هاست که به این محل‌ها و سازوهایی می‌پردازه که امتیازات ویژه‌ای دارند. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم ازتون میخوام که با لایک و کامنتاتون ما رو در تهیه و اجرای هرچه بهتر برنامه یاری کنید. همچنین اگر خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله بزنید تا به محض آماده شدن ویدئوی جدید شما خبردار بشید. بریم تا برنامه رو شروع کنیم. امروز میخوام یکی از کم ارزترین و باریکترین کوچه های تهران رو خدمتتون معرفی کنم. با من همراه باشید. کوچه آشتیکنان، نامی برگرفته از حکایتی قدیمی. می گفتند اگر بین دو نفر کدورتی پیش می آمد و بر حسب اتفاق از این کوچه باریک گذر می کردن، هنگام مواجهه با هم رد شدنشان با مشکل انجام می شد که این صحنه موجب خنده و انبساط خاطر آنها می شد. همین اتفاق باعث رفع کدورت شده و با هم آشتی می کردن. گذر آشتیکنان یکی از کوچه های شمال تهران است که با معماری متفاوتی شبیه به کوچه های قدیمی یزد با طاق‌های ضربی ساخته شده. یک سمت از دیواره با کاشی‌هایی با نقش گل و بلبل و آینه‌کاری تزیین شده که چشم هر رهگذری رو نوازش می‌دهد. در سمت دیگر کوچه پنجره‌هایی تعبیه شده تا نور به داخل گذر تابیده و راه را برای رهگذران روشن کند. فضای خارجی گذر با انبوه درختان کهنسال پوشیده شده و کف آن سنگ فرش می باشد. همچنین آبراهی کوچک با کاشی‌هایی به رنگ آبی جلوه زیبایی به محوطه داده.
خب اینم از کوچه آشتی کنون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پس تا یک برنامه دیگه و ترین دیگه، حق نگهدارتون باشه.